الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 53 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی این حلقه دوم از موضوع توحید ربوبیت است که در این حلقه به شما یک چند مسائل مهمی که تعلق به توحید ربوبیت دارد بیان خواهیم کرد. بله، در حلقه گذشته به شما بیان کردیم که به موضوع جدید بیان توحید ربوبیت خواهیم پرداخت و به شما تعریف ربوبیت را کردیم که ربوبیت اصلش مأخوذ از رب است و ربوبیت این صفت الله سبحانه و تعالی هست و ربوبیت این وصف شدن به صفتهای الخلق و الملک و التدبیر و الامر است که این صفتها بجز الله به کسی البته داده نمی شود. بارک الله فیکم. ما بیان نمودیم که معنای توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات چیست. توحید ربوبیت این اثبات کردن ربوبیت به الله سبحانه و تعالی تنها به خودش، یعنی اثبات کردن ربوبیت تنها به الله خالق و نفی کردن ربوبیت و فعلهای ربوبیت از غیر الله سبحانه و تعالی، از خلق و از مخلوقین. یعنی انسان اعتقاد بکند، یک انسان موحد باشد و اعتقاد بکند به ربوبیت الله، یعنی اینکه یگانه خالق الله هست و غیر از الله خالق وجود ندارد و تنها رازق الله هست و غیر از الله رازق وجود ندارد و تنها مدبر تدبیر کننده کارها الله هست و غیر از الله مدبر وجود ندارد و یگانه و تنها مالک الله هست و غیر از هیچ کسی غیر از الله مالک وجود ندارد و هیچ کسی منفعت رسانیدن و ضرر رساندن در دستش نیست بجز الله سبحانه و تعالی. مالکیت مطلق در دست الله است. و تو رو در این مسائل بیان کردیم. حالا باشد به شما معنای الرب را بیان میکنیم. بله، الرب نام الله سبحانه و تعالی است و یکی از اسمهای بزرگ الله سبحانه و تعالی است. الرب حتما الرب گفته شود، رب نه، الرب. یعنی وقتی که به نام رب الف لام در آمد الرب خوانده می شود. نامهای الله سبحانه و تعالی همه اش پیش از خودش الف لام دارد. مثلا الله اله بود، الف لام در آمد الله شد. رحمان الرحمن، رحیم الرحیم. نامهای الله سبحانه و تعالی همه اش معرفه به الف لام است. بارک الله فیکم. پس الرب این خیلی که علما میگن یا مصدر است یا صفت مشبهه مشتقه گرفته شده از رب یرب می باشد. خیلی که ازهری در کتاب تهذیب و ابن الانباری ذکر میکنند معنای الرب، معنای این نام الله، نام یکی از نامهای بزرگترین الله الرب، معنایش با 3 کلمه بیان می شود. المالک، الرب معناش مالک، پادشاهی کامل، کاملترین پادشاه که بجز این ذات یکتا و تنها الرب دیگر پادشاهی وجود ندارد. دومش سید المطاع، بهترین ذاتی که به او اطاعت کرده می شود که حکمش عادل است، برنامه اش روشن است و مکافات و جزایش بهترین است. و المصلح، کسی که اصلاح می کند و فساد را نابود می کند و ظلم را نابود می کند و کسی که ذره به کسی ظلم نمی کند مصلح است.
معنای رب انمین کلمه است. یعنی معنای رب چه خیلی که علمای اهل سنت در جماعت میگن الرب به سه کلمه فهمیده میشد. یعنی المالک، سید المطاع و المصلح. و تمامی جانبهای توحید الربوبیه به همین سه کلمه باز میگردد. توحید الربوبیه که از الرب نام الله گرفته شده است و الربوبیه صفت الله است، به همین سه کلمه جا می شود. یعنی مداری بازگشتی تمامی توحید ربوبیت به همین سه جاست، یا به همین سه کلمه است. یا به عباره دیگر بگوییم توحید ربوبیت از همین سه معنا بیرون نمی شود و تمام بازگشت و همه بازگشت توحید ربوبیت، مدار توحید ربوبیت به همین سه معنا هست. معنای اول المالک، معنای دوم سید المطاع، یعنی امر کننده، حاکم، قانون ساز و قانون برار، دین سازنده، حلال کننده و حرام کننده. این را سید المطاع گفته می شد. بهترین اطاعت شونده ها کسی که امر میکند، کسی که حاکم است، کسی که تنظیم میبرارد و قانون میبرارد، کسی که دین میسازد، کسی که حلال و حرام میکند. سوم المصلح المربی، کسی که خالق است، کسی که یعنی متصرف در زمین و آسمان ها و کون است، کسی که مدبر است، کسی که این همه عالم را به ترتیب در آورده است. بارک الله فیکم. توحید الربوبیت از همین سه معنا خالی نیست: مالک، سید المطاع و المصلح المربی. اما اگر به صفتهای الله نظر کنیم، یعنی مدار و بازگشت توحید ربوبیت به سه فعل هست، به سه فعل های الله سبحانه و تعالی. الملک، یکمش ملک است، دومش تدبیر است و سومش خلق است. و بعضی از علما میگن چهارمش امر است. امر، حکم، شرع. یعنی وقتی که ما میگیم که توحید الربوبیه یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در ربوبیتش. ربوبیت الله یعنی چی؟ یعنی ملک الله، تدبیر الله، خلق الله، امر الله، حکم الله، شرع الله. بارک الله فیکم. یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در ملکش، یعنی الله مالک مطلق است و یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در خلقش، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در تدبیرش. یعنی الله یگانه ذاتی که امر کننده است، حکم کننده است، قانون سازنده است، دین سازنده است، حلال و حرام کننده است، به ترتیب درآورنده و حرکت کناننده این عالم است و این یگانه الله است و ما باید به همین اعتقاد بکنیم و همین توحید ربوبیت است. یعنی ما چگونه اعتقاد بکنیم؟ اعتقاد بکنیم که صاحب این همه چیز الله است سبحانه و تعالی. بارک الله فیکم. در حلقه گذشته به شما بیان کردیم که توحید اسما و صفات یعنی یگانه دانستن الله در نامهایش و صفتهایش و به او کسی را، چیزی را در نامها و صفتهایش شریک نکردن، این از توحید ربوبیت است. توحید اسما و صفات داخل به توحید ربوبیت می شود. پس شاید سؤال به وجود آید که علاقه اسماء الله و صفاتش و فعلهای الله به ربوبیت چیست؟ یعنی اسماء الله و صفات الله، اسماء الله یعنی نامهای الله و صفتهای الله و فعلهای الله. الله فعل دارد، فعلهای الله به ربوبیت الله چی تعلق دارد یا چی علاقه دارد؟ پس بدانید که نامهای الله، اسماء الله را نامهای الله میگن و صفاته و صفاتهای الله و فعلهای الله، این هر سهش از ربوبیت الله است. همه اسم الله، هر یک اسمی که از آن الله است و هر یک صفتی که صفت الله است، بیان کننده ربوبیت الله است.
علاقه ببینید، علاقه اسما و صفات الله را، علاقه افعال الله، فعلهای الله را ببینید که چگونه با ربوبیت علاقه دارد. بار دیگر تکرار میکنیم، همه نامهای الله و همه صفتهای الله و همه فعلهای الله از ربوبیت الله است. همه نامی که از آن الله است و صفتهایش است، این بیان کننده ربوبیت الله است. بارک الله فیکم. چگونه ای که ربوبیت خودش و تمام فعلهای الله سبحانه و تعالی از صفتهای الله است. ربوبیت و فعلها همش از صفتهای الله است عز و جل. مثلا خلق صفت است، از اسم خالق گرفته شده است. نام الله الخالق نام الله است، اسم الله است. یکی از نامهای 99 نام الله الخالق، خلق کننده. صفت الخالق چی؟ الخلق. خلق کردن چی؟ فعل، یعنی صفت فعلی. الرزق صفت الله از نام الرزاق یا که الرازق گرفته شده است، از صفت الله است. بارک الله فیکم. یعنی فرق بین اسماء الله و صفاتهای الله و فعلهای الله و ربوبیت الله از یک چند جانب فهمیده می شود. نامهای الله، اسماء الله، این اسماء الله وقتی که میگیم فهمید که ما نامهای الله را گفته شدیم، مثل الاله، الرب، الرحمن، الرزاق والقدیر والملك والقدوس. 99 نام الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. همه این نام های الله، اینها همه نام های الله است. اسماء الله این نام های الله است. دوم صفات های الله، این همان صفات های هست که الله سبحانه و تعالی به همان صفات ها وصف کرده می شود. بمانند الوهیت این صفت الله هست، یعنی یگانگی الله در عبادت. الوهیه معبود یگانه که پرستیده می شود تنها خودش. الربوبیه صفت الله از رب گرفته شده است. الوهیه این صفت الله از نام الله گرفته شده است. از کدام نامش؟ از الاله. الاله این نام الله، الوهیه این صفت الله. الرب این نام الله، اسم الله. الربوبیه این صفت الله، از کلمه رب گرفته شده است. الرحمه این صفت الله است، از رحمان گرفته شده است. الرحمن این نام الله، صفت الله از الرحمن صفت گرفته شده. الرحمه. الرزاق این اسم الله است، نام الله است. الرزق این صفت الله است. القدیر این نام الله است. القدره این صفت الله است. الملك این نام الله است. الملک این صفت الله است. ببینید هر یک نام الله صفت دارد. فرقش رو فهمیدید؟ فرق بین نام الله و صفت الله. نام این نام های الله و صفت این صفت هایی که از همون نام به وجود می آید. البته باید بدونید که الله سبحانه و تعالی صفت های دارد که از این صفت ها نام گرفته نشده است، یعنی فقط صفت است و نام نیست. بمانند دو دست الله، دو پای الله، دو چشم الله، روی الله سبحانه و تعالی، نازل شدن الله، خندیدن الله. این همه صفت ها است، اما این صفت ها از نام گرفته نشده است، اللهی است. حالا بیایید به مسئله فعل های الله گذاریم. یکم گفتیم نام های الله، اسماء الله. دوم صفت های الله. سوم فعل های الله. فعل حرکت، فعل بمانند خلق، بمانند رزق، بمانند خلق کردن، بمانند رزق دادن، بمانند زنده کردن.
الخلق و الرزق و الاحیا میگن علما، و الاماته بمانند مرانیدن، بمانند رحمت کردن، بمانند نازل شدن. الله خلق میکند، این فعل است. رزق میدهد، رحم میکند، کسی را حیات میدهد و کسی را میمیراند و به کسی غضب میکند و از کسی راضی میشود. این همه صفتهای الله که صفتهای فعلی است. اینها را علما میگن صفتهای فعلی الله. این هم صفت است، لیکن از دیگر نمودی صفتها فرقش همین است که این صفت فعلی هست. بعضی صفتهای الله سبحانه و تعالی فعلی نیست، صفتهای خبری و ذاتی هست. البته این صفتهای فعلی هم صفتهای ذاتی است. پس شما فهمیدید که اسماء الله چی است، صفتهای الله چی است، افعال الله چی است. یعنی افعال الله صفتهای فعلی الله، صفتهایی که در اون حرکت است. بعد از این چهارمین چیزی که باید فهمید ربوبیه. پس ربوبیه چیست؟ ربوبیه این بار دیگر میگیم که از کلمه الرب گرفته شده است. کلمه رب این اسم است، اسم الله است. الربوبیه این صفت الله است. ربوبیه چهار چیز را در خودش در بر میگیرد. خوب دقت بدید. ربوبیت چهار چیز را به خودش در بر میگیرد. اولا وجود الله و وجود اسماء الله و وجود صفات الله و وجود افعال الله. یعنی وقتی که ما میگیم که توحید الربوبیه، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در ربوبیتش، یعنی این که همین الله یگانه و تنها وجود دارد و همین الله نامها دارد و همین الله صفتها دارد و همین الله فعلها دارد که باید همه اینها را ما بشناسیم و به خودش چیلی که لایق و فرموده الله هست بگذاریم. جایی که الله مناسب گذاشته است ما هم باید بگذاریم و با الله در وجود الله، در اسماعش و در صفاتش و در فعلهاش کسی رو و چیزی رو شریک قرار ندیم در اعتقاد. بارک الله فیکم. پس از این فهمیده می شود که هر کسی میگوید که من ایمان آوردم به توحید ربوبیت و باید ایمان به وجود الله بیاورد، به اسماء الله بیاورد، به صفاتش و به افعالش، چگونه که قرآن و سنت به فهم سلف امت بیان کرده است. بارک الله فیکم. و باز بار دیگر میگیم که همه این نمود ربوبیت، همه فرعیات و جزئیات ربوبیت رو وقتی که جمع میکنیم می رود در زیر سه فعل الله سبحانه و تعالی جمع می شود: الملك والتدبير والخلق والأمر. الملك والتدبير والخلق والأمر. بارك الله فيكم. این بود مسائل های از توحید ربوبیت که باید بدانیم. پس از صفتهای الله اگر کمی معلومات بدهیم، صفت الله سبحانه و تعالی به دو قسم تقسیم می شود. صفتهای الله به دو قسم تقسیم می شود: صفتهایی که فعلی الله است، صفتهای فعلی، این یکم، صفتهای فعلی، و صفتهای ذاتی خبری که فعلی نیست، این دوم. صفتهای فعلی، این قسم اول، همه فعل الله سبحانه و تعالی، همه فعل الله سبحانه و تعالی همچون صفت یا که اعتبار صفت دارد. بارک الله فیکم. بمانند خلق، بمانند رزق، بمانند کلام، بمانند استوا، بمانند نزول، بمانند مجیء. دومین نمودی قسم دومی صفات ها، صفات های ذاتی گفتیم. صفات های ذاتی همون صفات هایی که همیشه با همراهی الله هست
خبری هست، به خبر آمده است اما فعلی نیست. بمانند یدین همیشه در ذات الله است. یدین. بمانند دو چشم، بمانند دو دست، بمانند روی، بمانند جمال، بمانند حیات، بمانند عظمه، بمانند غنى و بمانند عزه، بمانند علو، بمانند اولیه. این همه صفت هایی است که صفت های ذاتی خبری همیشه با همراهی الله است. اما صفت های فعلی همون صفت هایی هست که الله کی خواهد عمل میکند، به جا می آورد. بارک الله فیکم. این بود موضوع. حالا با شما یک مسئله رو بیان میکنیم که این بیان حقیقت توحید اسما و صفات و ربوبیت مبنی بر دو اصل است. حقیقت توحید اسما و صفات و حقیقت توحید ربوبیت بر بالای دو اصل بنا می شود. اصل اول پاک کردن الرب، پاک کردن، یعنی علما میگن تنزیه الرب، پاک کردن الله سبحانه و تعالی از تشبیه و مشابهت کردن به خلق و مانند کردن و مثل و نظیر کردن به خلق. لیس کمثله شیء، چه که الله میگه هیچ چیزی با الله مانند نیست. این اصل اول است. یعنی وقتی که درباره توحید اسما و صفات سخن می رود و درباره توحید ربوبیت سخن می رود، شما اولین چیزی که باید بدانید این است که ما الله را از تشبیه کردن، از مانند کردن به مخلوقین، از مثل و مانند کردن به یگان چیزی از چیزهای مخلوقین پاک کرده ایستادیم. یعنی ما الله را هیچگاه به هیچ چیزی مانند نمی کنیم. این اولین اصل است. الله را به هیچ چیزی مانند و تشبیه نمی کنیم و برابر هم نمی کنیم. هیچ چیزی با الله برابر نیست. الله به درجه کمالیت است و هیچ چیزی مانند الله نیست و هیچ وقت الله هم مانند هیچ چیزی نیست که ما دیده باشیم. چرا؟ برای اینکه الله خودش میگه لیس کمثله شیء، یگان چیز به مانند الله نیست. اولین چیزی که ما باید بدونیم و مقصد توحید اسما و صفات و مقصد از توحید ربوبیت هم همین است که ما باید همین رو بدونیم. به الله یگان چیز رو مانند نکنیم، برابر هم نکنیم. تشبیه، مانند، برابر و غیره. دومین اصل ایمان آوردن به همه آن چیزهایی که الله خودش رو به همون وصف کرده است. از کمالات، یعنی ایمان آوردن به همه همون صفتهای کمالی که الله خودش رو به همون وصف کرده است. در قرآن و سنت صحیح بسیار وصفهای الله آمده است. ما باید به همه اون ایمان بیاوریم. به قسمش ایمان آوردن و قسمش دیگرش رو ترک کردن، این از راهی منهج پیامبر صلی الله علیه و آله است. کاملا باید ایمان بیاریم. چرا که الله گفت و هو السمیع البصیر. الله گفت که هیچ چیزی به مانند من نیست، مثل من نیست، اما من شنوا و بینا هستم. سمیع بصیر، یعنی صفت سمع دارم و صفت بصر دارم و نام من السمیع است و البصیر است. نام الله چی است؟ السمیع و نام دیگرش البصیر. از این نام الله حتما صفت میبید. السمیع یعنی السمع، صفت الله. البصیر البصر، صفت الله. پس الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 11 که ما به شما بیان کردیم، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، این دو اصل بزرگ رو به ما بیان کرده است که پاک کردن الله از مانند کردن به مخلوقین و ایمان آوردن به همه آن چیزی که الله به ما خبر داده است از صفتش. اهل بدعت در انمین دو اصل گمراه می شوند. یا در اصل اول گمراه می شوند یا در اصل دوم. کسایی که الله را به مخلوقین یا که مخلوق ها را به الله برابر میکنند، اینها در قسم اولی سوره شورا آیه 11 گمراه میشوند. الله گفت که هیچ چیزی به مانند من نیست. یگان چیز، ذره. النکرة فی سیاق النفی یدل علی العموم میگن.
یعنی وقتی که آید نکره نامعلوم در سیاق نفی میاد، این دلالت به عموم میکرد. یعنی یگان چیز به الله مانند نیست. الله به یگان چیز مانند نیست. یک کسی بیاید و به الله سبحانه و تعالی چیزی دیگری را مانند کند. یهودها عزیر ابن الله میگند، عزیر را برابر میکنند یا مانند میکنند. نصرانی ها عیسی را، پناه به الله از گمراهی اونها. رافضه ها 12 امامش را به الله برابر میکنند. صوفی ها اولیاهایش را به الله برابر میکند، مانند الله. یعنی الله را به این امامهایش یا که امامهایش را به الله مانند میکند. رافضه میگد که زمین و آسمان نگهداری و ضرر و منفعت و تمامی برکت و تمام خوشبختی در دست امامهای ما است. میگد والعیاذ بالله. امام را با الله برابر کرد یا نکرد؟ بله برابر کرد. مانند کرد، برابر کرد. رافضه ها میگد که بیاید به صوفی ها نظر کنیم. صوفی ها میگن که این غلات گمراهان مشرکین، ما اولیاها داریم، اقطاب داریم، اوتاد داریم. یعنی در 4 طرف این عالم 4 قطب است که اولیاها نگاه میکنند. اگر این اولیاها نباشند این زمین و آسمان نابود میشود، پاره پاره میشود و میلرزد و این آن است. باران در دست اولیا هست، رزق در دست اولیا است، فرزند دادن در دست اولیا است. والعیاذ بالله. مذهب رافضه و مذهب صوفی در ربوبیت مشرک شدند. چرا؟ بنده را به الله برابر کردند و الله را مثل بنده کردند. پس در قسم اول آیات لیس کمثلی شیء، هیچ چیزی مانند الله نیست، مشرک شدند و این شرکشون در توحید ربوبیت است. و بعد از این همون رو با عبادت کردند، رفتند و از اون طلب کردند و دعا کردند و به اون سجده و دیگر چیز کردند، عبادت ها را انجام دادند که مشرک در الوهیت شدند. شرک در ربوبیت چیست؟ اعتقاد کردند که این انسان ها یا اولیا یا امام به مانند الله است یا که بعضی از صفات های ربوبیت الله را انجام داده میتواند یا حلال و حرام در دستش است. سبحان الله. و در همین باب اول لیس کمثله شیء، هیچ چیزی به مانند الله نیست. حزبی ها هم در توحید ربوبیت امروز مشرک هستند. حزبی هایی که امروز مثلا در تاجیکستان وجود دارد، حزب نهضت اسلامی میگد، البته اسلامی نیست، حزب نهضت شرکی مشرکی تاجیکستان، یا که حزب اخوان المسلمین، یا که حزب اردوغان تشکیل کرده، یا که حزب اسلامی که در مالزی هست، یا که حزب اسلامی که در سبحان الله ببینید بنگلادش است. این حزب ها در توحید ربوبیت مشرک میشوند. چرا؟ ما گفتیم ربوبیت این همه اش مدارش بازگشتش میرود به ملک و به خلق، به صفت ملک، به صفت خلق، به صفت تدبیر و به صفت امر. به صفت تدبیر یعنی تدبیر چیست؟ یعنی این که الله امر کننده، الله قانون برارنده و قانون سازنده، الله دین سازنده، الله حرام و حلال کننده و الله نظام و برنامه سازنده. توحید ربوبیت همین رو میفهمد. کسی از این حزب ها بیاد یا که این حزب ها رو نگاه کنید، این حزب ها آمد میگه که برنامه هست بجز برنامه الله که این دموکراتی هست، امری هست بجز امر الله، حلال و حرام کردنی هست بجز حرام و حلال کرده الله. الله بسیار چیزها رو حرام کرد، اینا آمدند و حلال گفتند. الله حلال گفت، اینها آمدند و حرام گفتند. الله چهارزنگی رو حلال گفت، اینها حرام گفتند. والعیاذ بالله. پس ببینید وقتی که این حزب هایی که خودش رو به اسلام نسبت میدهد می بیاید و قانون غیر الله را قبول میکند، دموکراتی را یا علمانی را، سکولاریسم، علمانی، لیبرالی، سکولاریسم را انتخاب میکند، همون نظام را ترویج میکند، به خاطر همون نظام حرکت میکند. اینها
حاکمیت الله، قانون براری الله، مشرع بودن الله، امر الله، نهی الله، حرام کرده های الله و حلال کرده های الله را رد کرده ایستادند و یک جانب از جانب توحید ربوبیت که بنیاد مهم است، جانب تدبیر الله را انکار کرده ایستادند. والعیاذ بالله، امر الله را انکار کرده ایستادند. پس اینها بجز تدبیر الله دیگر تدبیر را انتخاب کردند. این تدبیر چیست؟ تدبیر قانون‌های بین الملل برآورده، قانون‌های بگویم دموکراتی که در فرانسه به وجود آمده است گرفتند. اینها مخلوقین را، یعنی بشرها را، انسانها را به الله برابر کردند. قانون انسان را قبول کردند و قانون الله را ترک کردند یا انکار کردند، یا انکار نکردند و فقط ترک کردند. حلال حرام بشر را گرفتند و حرام و حلال الله را ترک کردند. و این چنین تنظیم و ساختاری بشر را گرفتند و الله را ترک کردند. پس بشر را به الله برابر یا که افضل از الله سبحانه و تعالی دانستند در همین جانب. پس مشرک در توحید ربوبیت شدند. از همین جانب ما به این حزب ها مخالفت داریم. اگر اینها مشرک نباشند توبه کنند و به سوی حکم الله سبحانه و تعالی، به سوی توحید ربوبیت بگردند. توحید ربوبیت یعنی ملک الله، مالک بودن الله، خلق الله، خالق بودن الله و امر الله، مدبر بودن الله در تدبیر الله رو بگیرند. امر الله، حکم الله، تشریع الله، تحاکم کردن به سودهای الله سبحانه و تعالی، مراجعت کردن به محکمه الله. هر کسی که یکی از این جانب رو ترک کرد، پس این مشرک در توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات شد. البته مراجعت کردن به محکمه های سودی این اطاعت کردن کفار است و این شرک در الوهیت است. و قسم از مشرکین این چنین مشرک شدند در قسم دیگر این آیت که هو السمیع البصیر، یعنی اثبات کردن نام ها و صفات های الله. بسیاری از امت اسلام، بگویم بسیاری از فرقه هایی که خودش را به امت اسلام نسبت میدهد اما از امت اسلام نیست، بمانند جهمیه، بمانند رافضه ها، بمانند صوفیه و غلات، سبحان الله، صفات های الله را انکار میکنند، نام های الله را انکار میکنند. حتی این دو فرقه بدعتی و گمراه گشته، ضال و مضل، مذهب اشاعره و ماتریدی نیست، تمام نام های الله را انکار میکنند، یا که بگیم نام های الله را به معنا میگن، نام های الله خالی است میگن. از این نام های الله میگن فقط 7 نام صفت دارد: له الکلام والحیاة والبصر والعلم والقدرة والسمع والبصر. پس بارک الله فیکم، از همین جهت است که اهل سنت و الجماعت به این چیز به نهایت اهمیت میدهند و آن جایی که الله سبحانه و تعالی خودش را پاک کرده است پاک میکنند و آن جایی که خودش را نامگذاری کرده است و وصف کرده است وصف میکنند و نامگذار میکنند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز باقی مانده مسائل را در توحید ربوبیت بیان خواهیم کرد. اللهم علمنا مما ينفعنا و ينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم.